سلام، خیلی خوش اومدین به کانال انگلیش پالس. من حامد جعفری هستم و این دومین ویدئوی من توی این کانال هست. توی این ویدئو بیشتر میخوام راجع به خود کانال صحبت بکنم، اینکه چه اهدافی رو دنبال میکنم و قرار چه مطالبی رو با شما به اشتراک بذارم. همین اول بگم توی این کانال قرار نیست ووکب و ایدیه و ساختارهای عجیب و غریب یاد بگیریم. خدا رو شکر تو فضای مجازی کلی صفحه و پیج و کانال هست که داره این کارو انجام میده. حالا خوبن یا بدن یا احیانا مفید این مسیر یا نه رو بعداً مفصل راجع بهش صحبت میکنیم. خب پس قراره چه چیزی توی این کانال یاد بگیریم و قراره چه آورده‌ای برای شما داشته باشه. ببینید تو ویدئوهای قبلی من گفتم حدوداً 20 ساله که به عنوان مدرس و سوپروایزر زبان انگلیسی دارم فعالیت میکنم. سالها قبلترش هم به عنوان زبان آموز توی این انوایرمنت بودم. تو تمام این سالها تجربیات بی‌نظیری به دست آوردم که الان احساس میکنم وقتشه اونا رو با شما به اشتراک بذارم. راههایی که رفتم، قدم‌هایی که برداشتم، اشتباهاتی که مرتکب شدم، مسیرهایی که رفتم و به بنبست رسیدم و مجبور شدم دوباره برگردم. احساس میکنم به اشتراک گذاری تمام این تجربیات به شما کمک میکنه که دیگه این اشتباهات رو مرتکب نشین، راههای صحیحی رو انتخاب بکنین، بنبست ها رو بشناسین و مسیر روشنتری رو پیش روی خودتون داشته باشین. مطمئنم ویدیوهای آینده من جوابی خواهد بود به تمام پرسش‌ها و ابهاماتی که آلردی شما الان توی ذهنتون دارین. پس حتما این کانال رو دنبال کنین و حتما اون رو به دوستانتون که فرایند آموزش زبان رو آغاز کردن هم بفرستید. شما چه لطفی میتونید به من بکنید؟ اگه هر پرسشی، سوالی، ابهامی، مسئله‌ای در مورد آموزش زبان انگلیسی دارین، حتما این لطف رو به من بکنید و این سوال‌ها رو برای من بفرستید. پرسش‌های شما میتونه ایده‌های درخشانی به من بده برای ساخت ویدیوهای بعدی. پس تا ویدیوهای بعدی همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. منو فالو کنین و برای دوستانتون هم بفرستید. خدا نگهدار.